سرخط مهمترین خبرها. آخرین خبرها از راه دوشنبه چناق. ترمفرای و باریدن برف ادامه دارد. واکنش سفارت بعد درماندن مهاجران تاجیک در فرودگاه دمدید و شورای جهانی امامها رفتن به المپیاد پکین را منع کرد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 4 ژانویه است. مسئولین شرکت ایرس میگن شب گذشته هم بارش برف و فرآمدن ترمه در راه دوشنبه چناق ادامه داشت. این شرکت پلچینک در خبرنامه گفت راه پر بسته است و کارمندانشان برای زودتر باز شدن آن تلاش دارند. مسافرانی که در هر دو طرف راه درماندند از وضع بدشان شکایت میکنند. دفتر مطبوعات شرکت ایرس صبح 4 ژانویه در خبرنامه گفت که برطرف سازی ترمه های باقی مانده، تازه نمودن راه از برف و کارکرد آن با مواد ضد لغزش متشکلانه ادامه داشته، کوشش کرده ایستاده‌ایم تا راه در نزدیکترین فرصت گشوده شود، اما شرکت نگفته است که دقیقاً راه کی باز می شود. در خبرنامه شرکت ایرس از ساکنان خواسته شده است که تا اعلان گشوده شوی راه از سفر طریق راه دوشنبه چناق خودداری نمایند. حالا در هر دو طرف راه ماشین‌های زیاد جمع شدند و منتظر باز شدن راه می باشند. از جمله شهنازه، یک ساکن شهر خوجند، در صحبت با رادیو آزادی گفت در دهه تکفون ناحیه عینین در شرایط بد ایستادند. همصحبت ما گفت تنها در اینجا 63 نقلیات سبک‌رو با قریب 400 آدم منتظرند. هممون در آشخانه نشستیم، حتی چای نیست. با نوبت در آمده در آشخانه گرم شده باز بیرون میبرایم، گفت این همصحبت ما. ترمفرای در راه دوشنبه چناق بعد از ظهر 3 ژانویه آغاز شد. شام همان روز در پی فرآمدن ترمه 25 ماشین در این راه در ماندند. ترمفرای از کیلومتر 62 تا 73 روی داد و 25 ماشین هم در همین قسمت راه بند ماندند. از اینها 20 ماشین سبک‌رو بوده، باقی نقلیات های بارکشان بودند. مسئولین شرکت گفتند همه این ماشین ها را از منطقه خطرناک بیرون برآوردند. اینچنین به گفته مسئولین شرکت ترمه 2 ماشین سبک‌رو را پوشانده است. در ترمفرای دیروز و امروز به گفته مسئولین شرکت ایرس تا این دم تلفات جانی نیست. فعلا راه دوشنبه چناق همچنان که گفتیم پر بسته است. مسئولین شرکت پلچینک ایرس میگن برف ریزی در قسمت ناحیه ورزاب خیلی سخت است. باریدن برف 3 روز است که دوام دارد. معلوم نیست که راه اساسی به شمال کشور کی باز می شود. بینندگان عزیز، ما وضع راه دوشنبه چناق را هر لحظه پیگیری داریم و در صورت دریافت اطلاع بیشتر آن را در سامانه رادیوی آزادی نشر میکنیم. سامانه ما را با نشان azadi.org و azadi.mobi پیگیری کنید. سفارت تاجیکستان در روسیه در خبرنامه گفت قسم زیاد شهروندان تاجیکستان که در فرودگاه دمدید و درمانده بودند به وطن بازگردانده شدند. بیش از 40 مهاجر تاجیک که قرار اخراجشان از روسیه صادر شده است از روز 27 دکمبر در فرودگاه دمدید و مسکو درمانده بودند. مهاجران روز 1 ژانویه به رادیوی آزادی گفتند انتظار پرواز به تاجیکستان هستند ولی با دلیل برایشان نامعلوم در فرودگاه درماندند. اینها مهاجران بودند که برای کار آمده ولی به دلیل در روی خط شخصانی ممنوع الورود بودند نتوانستند به روسیه وارد شوند. سفارت تاجیکستان در مسکو شام 3 ژانویه در خبرنامه گفت با شرکت هایی که این نفران را به روسیه آورده بودند گفتگو کرده قسم زیاد آنها را به وطن بازگرداندند. مسئله برگرداندن مسافران باقی مانده نیز مورد بررسی مقامات داخلداری فدراسیون روسیه قرار دارد. آمده است در خبرنامه سفارت تاجیکستان. مسئولین سفارت نگفتند که از میان مهاجران بند مانده چند نفرشان دوباره به تاجیکستان رفته، چند نفر دیگر تا حالا در فرودگاه هستند. مقامات روسیه تا حال این حالت را شرح ندادند ولی مهاجران میگن اکثر آنها را به دلیل از این کشور اخراج کردند. در مکتب‌های تاجیکستان بعد جنبست چاریک دوم خوانندگان به تعطیل زمستان برآمدند. وزارت معارف و علم تاجیکستان از پدر و مادران دعوت نمود که در تعطیل زمستان نسبت فرزندانشان نظارت جدی برند و نگذارند که آنها بیشتر وقت خود را با استفاده تلفن‌های موبیلی و دیگر کارهای بیهوده گذرانند. این درخواست وزارت پس از انتقاد سخت رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح تعلیم در مکاتب کشور صورت گرفت. همکاران ما در خیابان‌های شهر دوشنبه از ساکنان پرسیدند که فرزندانشان تعطیل زمستان را در کجا و چگونه می‌گذرانند. پاسخ ساکنان را همراه می‌بینیم.
از 1 январ تعطیل زمستانه خوانندگان مکتب‌های تاجیکستان آغاز شده 10 روز ادامه می‌کند. ما از راهگذران و یا والدین پرسیدیم که این مدت فرزندان آنها تعطیل خود را چگونه و در کجا خواهند گذراند. خوب است کتاب بخونن و فکر میکنم در این 10 روزه یک بار فرزندا را برن در این کوچه هم چرخ بزنن، این باغا برن، زوپر برن فرزندامون، یا که مثلا پیش پدر و مادرامون هم روی کنیم، مثلا پیش مادرامون یک دهه رویشون کنیم، یک هوای دهه هم بزنشون، برای که این درس چون فکر میکنم در لیسه اینجا درس کم تا مشکل تر است شاید، اما چی میگه استراحت کنن. ازش میشه که چه میبرد اوای خونه درس میکند، درس انگلیسی، زبان روسی، یک اکوشای میکند تماش. تلویزیون های زیشان مفیلم میبیند. نه مثال نه سیرک برن، مثال نه وای برن، پارک برن تماشا دکورا. نه خشتا باغ میرون، درس تکرار میکنن. نمیخیر؟ کار نده اگر کار باشد یادم میتیم. خونه، موزه، من پارک ها، ارچه ها تماشا میبریم. من به نزدیکی من از نبیرام دعوت دادم که سیرک رفتن در کار. باید که من باید سیرک برام. باید هم آینده شما فهمن که ما همین زمستانش خیلی نغز گذراندیم یک چیزی خاطرمان میشه. مکتبا با اجازه ندادن که من کردم. خیلی اومدیم در همه کوچه ها، قطع کودک ها، پارک ها همین چه هاده گذراندیم سال نوا. استراحت در همه خونه، فقط همین بچه یک میبریم پرگولکه با میدارن خونه همین درس و وظیفه خانگی با خودم وقتیشو کار میکنیم. یکونجا در 10 روز یکونجا مثلا چی میبرین شما یکونجا تانگیری؟ نه راستی گپ شرایط نداره. همین شهر ده همین تو بوده. همین وقتی که مکتب خونده بودن یکون باری وشون بودن تئاتر بودن ای خیلی دخمون اگر شرایط مموشه خمون میبرن. یا تشما در کاری چیزی میجا بوده نمیتونیم نکی. خود در خونه میشینن کتاب میخونن. خیلی آدمایی که در خونه شتگن کودکاشون میبرن، سیرک میبرن، تماشا میبرن، خانوی خیش توارشو میبرن. شورای جهانی امام‌ها با نشر اظهارات رفتن مسلمان‌ها به بازی‌های المپیک پکین را که قرار است از 4 تا 20 فوریه برگزار شوند منع کرده است. مسئولان شورا گفتند این قرار به خاطر دستگیری مسلمان‌های صادر شده که در منطقه شینجان چین تعقیب می‌شوند. زیر اظهارات مفتی‌های روسیه، عمان، مصر و کشورهای دیگر امضا گذاشتند. رئیس کنگره جهانی اویغورها نیز امضا گذاشته است. پیشتر ایالات متحده و یک قطار کشورها نیز بازی‌های المپیک پکین را تحریم دیپلماتیک کرده بودند. مسلمانان چین از جمله ساکنان شینجان مقامات این کشور را در مهنت اجباری، نظارت سخت میزان تولد، جدا کردن کودکان از مادرهایشان در زندان و از بین بردن هویت فرهنگی و دینی مردم بومی عیبدار می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 ینور را فرا میگیرد. 4 январи соли 1809 дар Фаронса Луи Брайл таваллуд шудааст ки муаллифи хати вижаи нобиноён мебошад. бо хате ки ба номи муассисаш Брайл ном гирифтааст, имрӯз ҳам китобу матнҳо нашр мешаванд ва хати компютер ҳам мутобиқ бо он сохта шудааст. дар Тоҷикистон 10,000 нобиноён ҳам бо истифода аз ҳамин хат хабарҳои ҷаҳон ва адабиёти илмиву бадеиро дарёфт мекунанд. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон толори махсусе барои хонандагони нобино ифтитоҳ шудааст ки ҳамааш бо хати Брайл чоп шудаанд. 4 январи соли 1964 дар корхонаи яхдонбарории Душанбе нахустин яхдони хонагии Помир истеҳсол шуд. корхонае ки бо кӯмаки мутахассисони олмониву чех сохта шуд, соли 176 000 яхдон истеҳсол мекард. намунаҳое аз ин яхдонҳо имрӯз ҳам дар бархи хонаҳо ҳифз шуданд. баъди суқути шӯравӣ корхонае ки барои 1000 нафар ҷойи кор таъмин карда буд аз кор монд. 4 январи соли 2019 дар 55-солагӣ дили ҳуқуқшиноси тоҷик ва як мунаққиди ҳукумат Файзинисо Воҳидова аз тапидан монд. наздиконаш сабаби марги ин адвокати сокини вилояти Суғди Тоҷикистонро чандин навъи беморӣ номиданд.
او از حقوق فعالان سیاسی و مخالفان حمایت کرده است و سال 2017 برای بیانیه‌های تند شخصی ممنوع الخروج شد. بعد مرگش در اروپا پناهندگان سیاسی به نام او جایزه تأسیس دادند که اولین برنده آن در سال 2019 حقوقشناس زندانی بزرگمهر یارف شد. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه این شبانه روز گذشته به تغییر بود. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سامانه عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سامانه برابر است. بیننده گرامی، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. اگر خبر یا نظری دارید حتما به ما نویسید. خدا نگهدار.